درود به آنهایی که ما را می‌بینند و گوش می‌کنند. ما در این مطلب درباره چهره مورد توجه احمد مسعود، حمایتگر مرز و بوم افغانستان کمی قصه می‌کنیم. احمد مسعود پسر و وارث فرمانده احمدشاه مسعود میباشد که در مدت نزدیک با گروه تندروی طالبان مقاومت نشان داده، همچون قهرمان و چهره سرشناس گردید. احمد مسعود حالا 32 سال داشته 10 ایول سال 1989 در پیوی ولایت تخار در شمال و شرق افغانستان در اویله تاجیک به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه در ایران، مسعود 1 سال در کورس نظامی اکادمی حربی شاهی سنت هرسنی انگلیا تحصیل نموده است. سالهای 2012-2015 در کافدره آموزش نظامی کالج کینگسی لندن تحصیل کرده است. سال 2016 باشد درجه ماجستری را در دانشگاه سیتی لندن از روی اختصاص سیاست بین المللی از بر کرده است. سال 2016 مسعود به افغانستان برگشت و دیرکتور گنرالی تشکیلات بنیاد مسعود تعیین شد. از ماه مارس سال 2019 مسعود رسما به سیاست وارد شد. وی ایده پدر خود را درباره مدل شویتزر مناسبت‌های داخلی قدرت در افغانستان جانبداری کرده اظهار داشت که غیر مرکزی کنانی حکومت باعث تقسیم ثمرناک ذخیره‌ها و وکالت‌ها می‌گردد و به این وسیله شکوفایی و ثبات می‌آورد. مسعود سال 2021 در پس منظر پیشرفت‌های نظامی طالبان در شمال افغانستان مقاومت پنجشیر را تأسیس داد که آن بر ضد گروه تندروی طالبان است. پس از تصرف کابل از جانب طالبان، احمد مسعود با نایب اول پرزیدنت امرالله صالح در رد کردن حکمرانی طالبان مقاومت را ادامه داد و تا امروز مبارزه را با طالبان ادامه داده ایستاده است. امروز او همچون حمایتگر صلح و ثبات، آسایشگی مردم و مرز و بوم افغانستان بوده میکوشد امن و آرامی را به طور پوره برپا نماید. برابری او جبهه مقاومت تشکیل گردد است که این جبهه بر ضد طالبان مبارزه میبرد. یادآور میشیم که احمد مسعود پنجشیر نام پاره از افغانستان را حمایت کرد و نگذاشت که طالبان پشتو این منطقه را تصرف نمایند. در مطلب‌های دیگر شما را با معلومات نو آشنا خواهیم کرد. با ما باشید و ابونه شدن را فراموش نکنید.